سلام، امروز میخوام درباره یکی از شگفت‌انگیزترین اکتشافات باستان شناسی صحبت کنم. کشف یک شهر زیرزمینی اهرام مصر و محققان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته اسکن راداری، تونل‌ها و فضاهای ناشناخته را که در زیر اهرام مصر کشف کرده بودند رو ممکنه اسطوره جدیدی از تمدن باستان رو فاش بکنه. اول از همه ما نیاز داریم که نگاه کلی به هرم و محدوده اطرافش داشته باشیم. تصویربرداری‌های ماهواره‌ای و بررسی زمینی که اطلاعاتی از ساختار کلی هرم و مسیرهای ورودی و خروجی ما میدن. اما چیزی که جالب‌تره بررسی داخل هرم و قبل از کشف جدیده. ما نقشه‌ای از مسیرهای شناخته شده داخل هرم داریم، اما چیزی که باعث این کشف شد استفاده از رادارهای مخصوصی بود که مدلی از ساختارهای زیرزمینی رو در اختیارمون قرار میداد. اما این کشف چطور انجام شد؟ محققان از اسکن‌های راداری تکنولوژی‌های تصویربرداری پیشرفته استفاده کردند و اول مسیرهای اسکن و نقاط بررسی شده را مشخص شد، جایی که رادارها امواجی رو به داخل زمین میفرستن و بر اساس بازتاب اونها میتونن ساختارهای زیرسطحی رو شناسایی کنن. بعد از اون اطلاعات جمع‌آوری شده داخل کامپیوتر پردازش میشه تا مدل دقیقی از فضاهای مخفی راهروهای ناشناخته رو به دست بیاره. حالا به بخش هیجان‌انگیز کار میرسیم. کشف خود شهر زیرزمینی بعد از پردازش داده‌ها. یک شبکه گسترده‌ای از تونل‌ها و اتاق‌های مخفی شناسایی شد و محققان این تونل‌های جدید رو با مسیرهای شناخته شده قبلی مقایسه کردند و متوجه شدند که احتمالاً این شهر بخشی از یک سیستم زیرزمینی پیچیده بوده که تا حالا ناشناخته مونده. اما همینجا کار تمام نمیشه. چالش‌های زیادی در بررسی این منطقه وجود داره. کاوش در این شهر زیرزمینی کار ساده‌ای نیست. خیلی از مسیرهای مسدود یا ریزش کردن و دسترسی به بعضی از بخش‌های تقریبا غیر ممکنه. از طرفی رادارها در بعضی از مناطق سیگنال ضعیفی دارن و ممکنه هنوز بخش‌های بزرگی از این شهر ناشناخته باقی مونده باشه. علاوه بر این تجهیزات تحقیقاتی همیشه درست کار نمی‌کنه و مشکلات تکنولوژیکی زیادی در جمع‌آوری اطلاعات وجود داره. حالا سوال اصلی اینه چرا این کشف اینقدر اهمیت داره؟ بر اساس نقشه‌های تاریخی بعضی از تمدن‌های باستانی مصر از شهرهای زیرزمینی مخفی استفاده می‌کردند. بعضی از متون‌های هیروگلیفی هم اشاره‌هایی به تونل‌های مخفی و گذرگاه‌های پنهان برای فرعون دارند. پس ممکنه این شهر بخشی از یک راز تاریخی باشه که هنوز کامل کشف نشده. این کشف در سراسر دنیا موجی از کنجکاوی و تحقیقات علمی جدید رو به راه انداخته. محققان از سراسر دنیا دارن روی این موضوع کار میکنن تا بفهمن این تونل و سازه‌ها چه کاربردی داشتن. از طرفی رسانه‌های جهانی هم این خبر رو پوشش دادن و باعث شدن که توجه بیشتری به تمدن مصر باستان جلب بشه. اما هنوز بخش‌های زیادی از این شهر ناشناخته باقی مونده و تحقیقات هنوز هم ادامه داره. در کل کشف یک شهر زیرزمینی در اهرام مصر یکی از هیجان‌انگیزترین اکتشافات تاریخ محسوب میشه. اما هنوز سوال زیادی وجود داره تا باید جواب داده بشن. این تونل‌ها برای چی ساخته شدن؟ چه اسرار پشت اونها پنهان شده؟ یه ارتباطی با مقبره‌های پنهان فرعون دارن یا باید منتظر باشیم ببینیم که محققان در آینده چه چیزایی کشف خواهند کرد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که نظراتتون برای ما بنویسید و منتظر قسمت‌های بعدی هم باشید. مرسی که تا اینجا ما همراه بودید.